سلام كمسك الختام. 76 گناه کبیره از کتاب امام ذهبی رحمه الله. زنا. به نام آنی که جان آفرید. موضوع امروزه درباره زنا است. از قرآن و حدیث ها دلیل حرام بودن آن را به شما می فهمانیم. مرحمت موضوع را تا آخر تماشا کنید. زنا در لغت از کلمه عربی بوده خفت و خواب بینکاه زن و مرد را گویند. زنا یکی از گناهان کبیره یعنی گناهان بزرگ بوده آن را خداوند حرام اعلام کرده است. الله سبحانه و تعالی می فرماید و به زنا نزدیک مشوید به درستی که وی بی حیایی و بد راه است. سوره اسراء آیت 32. در این آیت الله مهربان به ما امر می کند که به زنا نزدیک نشوید، یعنی هر آن کاری که شما را به زنا نزدیک می کند از آن کار دست کشید. چی صحبت با زنان باشد، چی دیگر کارهای باشد که ما را به این کار وادار می کند. در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند وقت مؤمن زنا می کند وی ایمان را از دست داده است. وقت مؤمن دزدی می کند وی از ایمان خارج است. وقت مؤمن شراب می نوشد وی از ایمان بیگانه است. روایت بخاری و مسلم. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم این سه شخص را، شخصی که زنا می کند، شخصی که دزدی می کند و شخصی که شراب می نوشد گفتند که ایمان از آنها خارج می شود در وقت انجام دادن این گناه ها. پس خدا نکند که شخصی مسلمان هنگام انجام دادن این گناه ها از دنیا رود، چون در این حالت او از دنیا بی ایمان می رود. پس ای برادران و خواهران مسلمانی که به این سه گناه دست می زنید، زنا می کنید، دزدی می کنید یا شراب می نوشید، این حدیث را در یاد دارید که هنگام انجام دادن این گناه ها ایمان از شما خارج شده است و شما درکی ندارید. بازگردید به سوی خداوند و توبه کنید از این گناهان کبیره. ان شاء الله خداوند گناهان شما را می بخشد. در حدیث دیگر فرمودند وقت مؤمن به زنا مشغول می شود ایمان آن را ترک می کند و به بالای او چون سایه می ایستد. روایت بخاری و مسلم. در حدیث دیگر فرمودند الله تعالی از زناکار و شراب نوش ایمان را می گیرد همچنانی که آدم کرته اش را از تن به در می کند. روایت ابو داود. در حدیث دیگر پیامبر می فرمایند سه گروه آدمانند که روز محشر خدا به آنها سخن نمی گوید، به آنها نگاه نمی کند، آنها را مغفرت نمی کند. موسفید زناکار، حاکم دروغگوی و فقیر متکبر. روایت مسلم. در حدیث دیگر فرمودند 4 گروه آدمانند که خداوند بر آنها غضب می کند. سوداگری که بسیار وعده می دهد، فقیر متکبر، موی سفید زناکار، حاکمی که به زیر دستانش ضرر می آورد. روایت نسائی. برادران و خواهران ایمانیم، حدیث ها درباره زنا خیلی بسیار است، اما ما با اینها کفایه می کنیم، چون برای شخصی که ایمان دارد در قلبی او ایمان است، او از خداوند می ترسد، یک آیت و یک حدیث بسنده است. پس شنونده عزیز، به تو معلوم گشت که زنا یکی از گناهان کبیره می باشد و خداوند نزدیک شدن به این کار را بر ما حرام کرده است. پس از این حرام کرده خداوند دوری جوییم. همه شما می دانید که لذت این گناه 2 دقیقه و 3 دقیقه است. پس
برای لذت 2 دقیقه و 3 دقیقه این دنیا آخرت خود را از دست مدهید. آخرت ابدی است و آنجا حیات جاودانه است. پس برای خاطر لذت 2-3 دقیقه آخرت خود را از دست ندهید. چون شما ایمانی به خدا دارید، چون شما از خداوند خود می ترسید، پس هرگز به این گناه نزدیک مشوید. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.